جوان 19 ساله قبلا هم برای دزدی سود شده ساکن پایتخت به آن گمان بر می شود که شام 14 ایول ساعت 19 در نزد مرکز دلخوشی آبشاران در کوچه حافظ شیروزی برای پنهانی از جیب یک زن 41 ساله ساکن نویه اسماعیل سامونی تلفن موبیلی تمغه هونر ارزشش 6000 سامانی را دزدیده است. مرد 41 ساله ساکن جماعت قمسنگیر نویه جیهون به آن گمان بر می شود که سال 2016 برای فریب و سوء استفاده از باوری از شرکت نامپز نوی نویه اسپیتامین برای فروختن به مبلغ 172,000 سامانی ارد نسیه گرفته در نویه جیهون به فروش زده است ولی پول کارخانه را نداده است. مرد 62 ساله قبلا هم برای قلابی و ساختکاری سود شده از جماعت حیدر عثمان نویه باباجان غفورov به آن عیبدار می شود که از ماه سپتامبر تا ماه نوامبر سال 2013 برای فریب به باوری ساکن 43 ساله خوجند در آمده با وعده گرفته دادن 8 ساتق قطعه زمین نزد اولگی از حدود شهر خوجند از او 28500 دلار گرفته است. مرد 39 ساله ساکن جماعت رودکی پنجکند به آن عیبدار می شود که از اولهای ماه مای تا آگوست سال 2021 برای فریب به باوری ساکن 30 ساله جماعت یوری در آمده برای پیشرفت صاحبکاریش و آورده دادن مالهای کلان شاخدار از او 95,000 سامانی گرفته است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.